با سلامی به عظمت کوههای سوماموس و دیلمان، با تقدیم بزرگترین اخلاصی که مانند امواج ساکت دریای خزر ما را میگیرد، امروز غرق در شعفم که عزیزان گیلانی در اینجا تشریف آوردند و بزرگان و مسئولان محترم که همیشه لطف دارند نسبت به من محبت کردند تشریف آوردند. برجسته مردی از تبار موسیقی جناب آقای مشکاتیان به جد مرا دوباره تولد دادند و شناسنامه هنریم را مهر زدند. دو دقیقه دیگه صحبت میکنم کافی است. من 50 سال دویدم جز اخلاص روستا هیچ ندیدم. سرشار از آواهای بومی هستم، آنهایی که در سرزمین‌های سخت و جدا مانده از شهر، چه خوش شد که جدا مانده بودند از شهر تا آثار فولکلوریکشان دست نخورده بماند و من از گرد راه برسم، تحفه‌ای به دیارم به کشورم برسانم. برای همه بزرگان و عزیزان آرزوی سرفرازی می کنم. الان در خدمتتون خواهم بود.